سال امروز اومدیم میدون مبارزات سگا. حالت ما حیوانمون رو بودیم فقط ببینیم، ولی جوری که حالا بصورت سنتی رسمه حیوانایی که از نظر ژنتیکی غالب هستن رو میارن نسل‌کشی میکنن. از زمانهای قدیم دامدارا و چوپانا میوردن نسل‌کشی میکردن تو زمستون که دیگه با سرد بوده کاره اون خاصی نداشتن، از دامداری به صورت سنتی میوردن حیواناشون رو میجنگوندن تا نسله غالب مشخص بشه. حالا شاید خیلیا بگن این روش نمیدونم درستی نیست، ولی تو کشورهایی که جهان سوم زیاد از لحاظ ژنتیکی به صورت آزمایشگاهی ژن غالب و اصلاح نژاد انجام نمیشه، به صورت سنتی این کارا رو انجام میدن. به صورتی که نسل‌های غالب پیدا میشن. سگا هم حس جنگندگی دارن، یه جوری اگه نجنگن البته افسردگی بهشون دست میده. تو چارچوب خاصی میجنگونن، ازشون نگهداری میکنن فقط این حسشون ارضا بشه. شاید تو بیابون 10 تا سگ بریزن سر یه دو سگو اذیت کنن، ولی اینجا تو چارچوب خاصی مبارزه میکنن. داوره تمامشون حواسشون هستش که یه وقتی حیوان توی معرضی میره که آسیبش شدید بشه جدا میکنن. حالا یه فرهنگ راه افتاده که میگن آی نمیدونم حیوان آزاری و فلان. حالا کسایی که علاقه دارن به حیوان شاید از بچه‌هاشون بیشتر رسیدگی میکنن به حیوان. حالا بریم ببینیم به چه صورت دیگه یه تیکه امروز بتونیم تیکه کوچیکی از میدون واسه تهیه کنیم. با ما همراه میدون اون وقت حیونا رو میجنگونن. سعی میکنن قبل به آفتاب حیونا رو میارن اینجا. حالا باز دوستان هر کسی نظری داره میتونه نظرش رو کامنت کنه، از نظراتشون استفاده کنه.
سری کسایی که میخوان سگاشون رو کسا کنن با هم دیگه همونجا تو میدون پیدا میکنن زنگونه. بیا خان اینجا، بیا خان، بیا اینجا، بودو بیا.